به حرکات یوگا روز سوم چالش اصلاح سبک خوش آمدید. در ادامه با من همراه باشید. در حالت نشسته قرار بگیرید. از بینی نفس بکشید، شکم را پر از هوا کنید و به آرامی از بینی بازدم انجام دهید. این تمرین بدن را آرام کرده و به کاهش درد و استرس کمک می کند. با ستون فقرات کشیده بدن را به آرامی به یک سمت بچرخانید و با تنفس عمیق حرکت را حفظ کنید. این تمرین باعث کاهش تنش کمر و لگن و آرامش بدن می شود. در حالت خوابیده به پشت پاها را گرفته و زانوها را به آرامی به سمت زمین هدایت کنید. این حرکت باعث آزاد شدن تنش کمر و لگن و افزایش انعطاف پذیری و احساس آرامش می شود. همزمان با دم و بازدم ستون فقرات را به آرامی خم و گرد کنید. این تمرین به کاهش تنش کمر، بهبود انعطاف پذیری ستون فقرات و ایجاد آرامش کمک می کند. با بلند کردن آرام لگن و حفظ تنفس عمیق، عضلات لگن و کمر را تقویت کنید. این حرکت به بهبود گردش خون و کاهش احساس گرفتگی در لگن کمک می کند. در نهایت با رها کردن کامل بدن و تمرکز بر تنفس به ذهن و عضلات وضعیت استراحت دهید. این حرکت باعث کاهش استرس و افزایش احساس تعادل در بدن می شود.